در این دنیا یگان گپایست که بعضی اوقات مانع پیشرفت انسان میشه و بعضی اوقات آدم از زندگی سیر میسازه. اما تا کی بیایید کلمه جای درد خود فریاد بزنیم. علی احسان. چقدر سخته ببینی پدرت پشت یک لقمه نان در سرک کوچه پیریشان میشنود تانه سخت مثل ناجوان. مادرت با چشم گیریان واز میکند دسترخوان کیتان نمانده یک تو نان تو هم کاری نمیتونی کی انجام بیتی برشان. تو خود ماندی حیران که تاریخ 29 چه قسم بیتی فیسی گرس راستی لباسای تم که کار نشده میبینی که دیگرها میپوشن لباسای رنگ و رنگ، اما فکر تو با هزاران غم و غصه بچنگ. ای خدا از دست غم و غصه اومدم به تنگ، چاره چیست؟ بگیرم توفنگ بزنم چند مرمی به سر، اگه نکنم این کاره باز میگه تو هستی یک انسانی بیننگ یاره. خراب شد خانه من، تباه شد مردم من. خراب شد خانه من، تباه شد مردم من. دیگر روی چاره ای نمانده مرا از زندگی تر. امی وقتی است که روی میاری به مواد مخدر، یا دوزی میکنی یا میری در باند مافیا، یا که از خاطر پیسه روی میگردانی از خدا. در ای وطن شاید همگی مثل من نباشه که راه چاره ای برشان مانده نباشه. همه خوب میدانم که اکثریت مردم مثل من غم و غصه داره. جان بیادر ایره فراموش نگو که اینجا افغانستانه، کسی قدرت نمیدانه. اگه تو را در حالت مرگم ببینه ازت روی میگردانه. کسایی که پیسه دارن 24 دست در پارتی، زیر پایشانم مترای ضد مرمی، فکر هوششانم طرف رشوه تا که بخرن نخانه در بیرون کشور. که در فکر ای وطن عشق است، اگه میخوای زیر پای نشی پس فکر جان خود باش. اونا که ندارن از خدا ترس، از خدا ترس. خانمای وطن یک روز ندیدن رنگ خوشی، حمله کردن همسرشون تجاوز شد آخرش هم خودکشی. پدرای وطن اکثریت جوالی یا سر چوک قطار میکشن انتظار، آخرش هم میبینن که نیست کار سوی ایران و پاکستان فرار یا که خود بتن انتحار. جوانای وطن که امید کشور ماست، بعضی ها که مشکل داشتن از 12 پاس، بعضیاشون هم مست لیسانس، آخرش همگی فریاد میزنن که کار کجاست. اطفال وطن از کودکی میکنن کار، این نیست از شوق همش از ظلم بسیار. کسایی که به مسلمانی خود میکنن افتخار، یک روز ما را نماندن در قرار. 24 ساعت میشنوی صدای انفجار، تا که روشن کنی تلویزیون میگه ده اخبار چند تن کشته شد و چند تن موگار. کیست که در کپای دل ما گوش کنه، کیست که ما قریبا را فراموش نکنه. کجاست یک افغان واقعی که بغیر از خدا نداشته باشه ترس از هیچ کسی. خراب شد خانه من،